در این ویدیو به ادامه ویژگی‌های نرم افزار تست کامپلت در نسخه 8.5 می‌پردازیم. حالا می‌خوایم نگاه دقیق‌تری به تمام تغییراتی که برای کار روی نسخه 8.5 تست کامپلت فراهم شده بپردازیم. این نسخه توسط اکثر مرورگرهای وب مثل اکسپلورر نو، موزیلا فایرفاکس ها پشتیبانی میشه و این به این معناست که شما میتونید آخرین نسخه از مرورگرهای تست رو برای صفحاتی که ایجاد کردید به همون روشی که در نسخه‌های قبلی استفاده می‌کردید استفاده کنید و مثل همیشه تست کامپلت امکان دسترسی به آبجکت هایی که در صفحات نمایش داده شده رو برای شما فراهم می‌کنه و همچنین دسترسی به پراپرتی ها و ویژگی های اینترنال آبجکت ها و افزایش متد هایی که یک آزمون وب و ویژگی هاش توسط تست کامپلت میتونه پشتیبانی بشه. یکی دیگه از ویژگی های مهم نرم افزار تست کامپلت پشتیبانی از نسخه 4.5 تکنولوژی آداب فلکس است که خوشبختانه به خوبی از این نسخه پشتیبانی میکنه. شما میتونید به ویژگی‌های نیتیو و روش‌های مبتنی بر آداب فلکس، فلش نیز دسترسی داشته باشید. در نسخه‌های قبلی موتور تست فقط به ویژگی‌های اینترنال آبجکت‌های برنامه‌های کاربردی دسترسی داشتند، در حالی که در حال حاضر شما میتونید این روش‌ها رو برای پشتیبانی تمام قسمت‌های تست استفاده کنید و در حالت‌های فعالیت‌هایی که روی آبجکت های تست در تست های یونیت هست میتونید شبیه سازی داشته باشید. این نرم افزار به شما امکان این رو میده که برنامه های خودتون رو به صورت کامل و کاملا منعطف تست کنید. هنگامی که شما آبجکت های مربوط در برنامه های فلکس رو انتخاب میکنید و تست میکنید میتونید در سمت چپ صفحه نمایش اونها رو ببینید و خواص اشیاء نمایش داده شده رو در سمت راست میتونید ببینید. حالا برای خواص آبجکت فلکس به قسمت ادوانس ویو میریم. برای لینکش کلیک میکنیم. مشاهده خواهیم کرد که به ما دسترسی به آبجکت ها و پراپرتی های نیتیو رو نشون خواهد داد و ما میتونیم در این زبانه راست کلیک کنیم. بنابراین به تمام روش ها و خواص ها دسترسی خواهیم داشت و میتونیم اونها رو در آزمون خودمون استفاده کنیم. در نرم افزار تست کامپلت نسخه 8.5 یک فانکشن جدید وجود داره که به شما امکان جستجو بر روی عناصر موجود در صفحات وب رو میده. برای نشون دادن این قابلیت در اینجا یک نمونه کد ساده رو آماده میکنیم. در این مثال ابتدا مرورگر و سپس سایت مورد نظر رو باز میکنیم و سپس در این قسمت با استفاده از تاب Evaluate XPath کلیه عناصر موجود در دومین ستون رو از یک جدول خاص که در یک صفحه مشخص شده است فراخوانی میکنیم و با یک پیام این رو نمایش میدیم. در اینجا شما میتونید خیلی سریع یک آزمون رو اجرا کنید و مقادیر نتایج رو از جدول پست ایونت مشاهده کنید. پس برای اینکه مطمئن بشیم نگاهی به عناصری که در صفحه وب نمایش داده شده میاندازیم که در اینجا میبینیم دقیقاً به طرز موفقیت آمیزی انجام شده یا خیر. پس ما میتونیم پال براون، استیو اسمیت، جان استون رایت رو ببینیم که اینجا علامت گذاری شده و میبینیم که در اینجا همه چیز درست کپچر شده. تست کامپلت نسخه 8.5 همچنین شامل تعداد زیادی از پیشرفت‌های جزئی برای کاربران تازه‌کار در ایجاد چک پوینت هاست و این ویژگی ضبط یک تست برای داشتن یک چک پوینت و بازرسی اون رو به ما میده. پس هنگامی که بر روی کلید رکورد در تست کامپلت کلیک میکنیم، ابزار ضبط رو پایین میاریم و اجازه میدیم که این سلول حاوی مقدار مناسبی بشه برای مثلا پال براون، کسی که یک چک پوینت مالی رو ایجاد کرده. در اولین تغییر میبینیم که ما یک انیمیشن گیف داریم که حرکت میکنه تا کاربر از طریق اون یک شی رو با استفاده از ابزاریاب ها پیدا کنه و از اون استفاده کنه. این انیمیشن در مورد چگونگی کار با یک چک پوینت و عملکرد اون
به کاربرها آموزش خواهد داد. بنابراین در حال حاضر ما قصد داریم یکی از انتخاب‌های پل براون رو کنترل کنیم. پس در اینجا متن رو داخل پراپرتی وارد می‌کنیم، اون رو تایید می‌کنیم و در نهایت روی دکمه فینیش کلیک می‌کنیم. پس در نهایت یک پیام شما دریافت خواهید کرد که نتیجه این هست که چک پوینت با موفقیت اضافه شده یا خیر. قابلیت نهایی که ما می‌خوایم ذکر کنیم در رابطه با پشتیبانی پیشرفته برای تعدادی از گروه‌های کنترل هاست. کنترل های مثل آداب اسپارک، ابزارهای توسعه ناوور کنترل ها، مایکروسافت لینک لیبل ها، مایکروسافت سیلورلایت کنترل و بیش از 20 نوع متفاوت از کنترل ها می باشه. این حمایت های پیشرفته همراه با موتورهای تست، کنترل برنامه‌های تست شده، روش‌های خاص و شبیه سازی‌های فعالیت‌های کاربران در مقابل کنترل و بازیابی دقیق داده‌های این نرم افزار باعث میشه این نرم افزار رو بسیار قدرتمند ساخته باشه. این نتیجه گیری کلی از ویژگی‌های جدید نرم افزار تست کامپلت در نسخه 8.5 بود. شما میتونید اطلاعات بیشتر رو در دفترچه راهنمای تست کامپلت مشاهده کنید و یا با مراجعه به سایت smartbeer.com با تمام جنبه‌های این نرم افزار آشنا بشید. از توجهی که به این نرم افزار و ویدئوهای اون داشتید بسیار متشکریم.